نمیدونم تا حالا حتما این اتفاق افتاده که تراول پنجایی، صدی و 200 تو سرتون خورده، میگین نه، حکایتمو گوش بگیرید. گفت یک مهندسی طبقه ششم یه ساختمونی ایستاده بود، میخواست کارگرش رو تو محوطه صدا کنه، انقدر صدای جوشکار و تیراهن و اینا زیاد بود نمیتونست. گشت این ور و اون ور، دست کرد تو جیبش یه تراول پنجایی در آورد، پرت کرد پایین تو محوطه برکه این نظرش جلب بشه. این افتاد روی سرش و افتاد پایین. این سریع برش داشت و گذاشتش تو جیبش و دوباره شروع کرد به کار. دوباره این ور اون ور رو نگاه کرد و صداش زد، متوجه نشد، دوباره دست کرد تو جیبش یه تراول سریع انداخت. اینم دوباره خورد جلوی پاش و افتاد جلوی پاش و گذاشتش تو جیبش. دید این متوجه نمیشه، این ور اون ور یه سنگریزه کوچیکی رو گرفت و پرت کرد، خورد به سرش، سرش رو بلند کرد. حالا داستان ما تو زندگی انقدر از این تراولای نعمت و برکت خداوند میاد واسمون، هیچ سرمون رو بالا نمی‌کنیم سپاسگزاری و شکر بکنیم. به مجرد این که یه مشکل ریز سنگ ریزه‌ای میاد، سری گله و شکایتمون رو شروع می‌کنیم. و مولانا چی میگه؟ میگه که شکر گویم دوست را در خیر و شر، یعنی در خیر که باید شکر کنی، در شرم من این رو شکر میگم. شکر گویم دوست را در خیر و شر، زان که هست اندر قضا از بد بتر. یعنی بتر هم میاد، اگه میخوای سنگریزه ها بزرگ نشن باید شکر کنی. میگه روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود.